اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران قرآن کریم. امیدوارم که در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته بعد از مشاهده برنامه‌های آموزش روحانی قرآن کریم یک تحول برای شما ایجاد شده باشه در تعامل شما با قرآن کریم. خطاب من به همه عزیزانی است که با قرآن کریم تعامل دارند، اساتیدی هستند که کاملا آشنا هستند، ما شاگرد اونها هستیم، اما همه عزیزانی که دوست داشتند تا روحانی قرآن کریم رو به صورت دقیق و پایه‌ای یاد بگیرن اما فرصتی نیافته بودند، امیدوارم که تا الان به آرزوی خودشون دست یافته باشند و مخصوصا امیدوارم که سوره هایی که ما در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان مرور کرده باشیم رو تمرین فراوان کرده باشیم. سوره مبارکه حمد، سوره مبارکه اخلاص، سوره قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس که موضوع برنامه‌های گذشته ما و شما عزیزان بود که سعی کردیم تا این سوره ها رو، گرچه میدونم همه شما عزیزان حفظ هستید اما تجربه تلاوت از روی مصحف متفاوت است، سعی کردیم تا به همراه شما عزیزان این تجربه رو خط به خط بلکه حرف به حرف داشته باشیم تا بتونیم که تلاوت‌های خودمون رو مطمئن بشیم که آیا آنچه که ما تا حالا تلاوت می‌کردیم از این سوره‌های بزرگ و عظیم، هرچند که در تعداد الفاظ کوچک هستند اما در معانی و مفاهیم و عظمتشون شک نیست، در این سوره‌ها تلاوتمون رو بسنجیم که آیا درست بود و یا نه. همچنان مسیر خودمون رو در سوره‌های پایانی کلام الله مجید به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد. در درس امروز هم سوره مبارکه مسد رو آغاز خواهیم کرد و سعی می‌کنیم سوره نصر رو هم بتونیم که به درسمون اضافه بکنیم اگر فرصت اجازه داد، تا ببینیم که آیا این سوره ها رو هم تلاوتشون رو درست انجام میدادیم یا نه و بتونیم که این سوره ها رو کامل یاد بگیریم و مهمتر از این که خودمون یاد بگیریم به دیگران یاد بدیم تا مصداق این حدیث شریف رسول صلی الله علیه و سلم بشیم که فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. فراموش نکنید که هر آنچه که من و شما یاد میگیریم و این رو به دیگران میرسانیم و اونها یاد میگیرند، به ازای هر حرفش 10 نیکی نوشته خواهد شد برای آنها و یک نسخه هم به حساب من و شما نوشته خواهد شد بدون اینکه از حساب آنها چیزی کم بشه و هرچه بیشتر دیگران از من و شما قرآن یاد بگیرن، اجر و پاداش بیشتری نصیب من و شما خواهد شد. یک تجارت بی شکست است، یک تجارت سودمند و عظیم. بشتابید برای شراکت در این تجارت. خودتون که یاد گرفتید دست و دست نگذارید خوشحال بشید که خب دیگه من یاد گرفتم، نه، به دیگران هم یاد بدید و تلاش بکنید تا هزاران نفر به دست بلکه میلیون ها نفر بعد از ما و نسل‌های بعد ما هم به تلاش ما و شما قرآن خواندن یاد بگیرن تا به اذن الله تعالی در روز قیامت در صفحه حسنات خود تمام این تلاش ها رو داشته باشیم. سوره مبارکه مسد رو به همراه شما عزیزان آغاز می‌کنیم. تصویر سوره رو به همراه شما مشاهده می‌کنیم. سوره مسد چهارمین سوره قرآن کریم از پایان، از آخر کلام الله مجید، ترتیبش چهارم هست. سوره مسد ما در ابتدای تلاوت همیشه با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آغاز می‌کنیم. از آداب تلاوت است که در ابتدای تلاوت اعوذ بالله بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ت فتحه داره، صدای ا میگیره، به هم فتحه داره هم تشدید داره و گفتیم بارها و باز هم تکرار میکنیم که تشدید روی هر حرفی قرار گرفت. یک بار به کمک حرف ما قبل خوانده میشه تب، یک بار به حرکت خودش ب، تب ب. ساکن هم این علامت ساکنه، روی هر حرفی قرار بگیره آن حرف به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. تب بت، تب بت. یا دال فتحه داره بعدش الف آمده، صدای آ میگیره و چون اینجا هم این علامت مده، یعنی باید کشیده بشه به اندازه بسته شدن 3 انگشت دست، در حالت عادی میکشیمش. یده فتحه بعدش الف آمده. عزیزان مد نظرتون باشه هر جا حرفی فتحه قرار گرفت، روی حرفی فتحه آمد بعدش الف، آن حرف صدای آ میگیره. اما 8 حرف هستن که این 8 حرف وقتی فتحه بگیرن
بعد آنها الف بیاد، این حروف آی اونها پره، بقیه آشون باریکه. یعنی چی؟ حرف صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف، خا، را. صاد، ضاد، تا، ظا، این 4 تا که در الفبا پشت سر همن. صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف، خا و را. این 8 حرف رو وقتی فتحه میگیرن بعدشون الف صدای اینا پر میشه، یعنی سمت بالا باز میشه دهان. خا، را، صا، ضا، غا، قا، این به این شکل خونده میشه. اما بقیه این حرف ها، بقیه حروف غیر از این 8 حرف پر نمیشن، باریک خونده میشن. اینجا در مثال ما دال فتحه داره، بعدش الف، از آن 8 حرف نیست. نمیگیم یدا، میگیم یده، یده، یده. تفاوت باریک خواندن و پر خواندن رو دقت بکنید. اگه پر میخونیم میشد یدا، اما پر نمیشه، اینجا از اون 8 حرف نیست، میشه یده. مد هم میکشیمش به اندازه بسته شدن 3 تا انگشت. مد رو دقت کنید عزیزان، این علامت مد روی الف و واو و یا میاد، روی الف، واو و یا فقط. بسته شدن 3 انگشت دست، الان من بهتون به صورت عملی نشون میدم. همین یده اینجوری، یعنی وقتی که شروع میکنید مد رو، انگشتای دستتون رو در حالت عادی چطور پشت سر هم میبندید، این رو میگیم بسته شدن 3 انگشت دست. شروع کنیم مثلا یده، تمام، همینقدر کافیه. 3 تا حداقلش بکشیم. تفاصیلی داره که ان شاءالله در برنامه‌های پیش رو بعد از تکمیل موضوع روخانی و بحث‌های تجویدی به جزئیات بیشترش اشاره خواهیم کرد. در این مد الان تبت یده به کسره داره، بعدش یا صدای ای میگیره. بی، بی، ابی، له، بن، بن، این تنوینه. ب یک کسره داره که بوده ب. کسره دوم از کجا آمد؟ تنوین 2 تا کسره، 2 تا فتحه و یا 2 تا ضمه رو ما بهش میگیم تمرین. تنوین مثل اینجا 2 تا کسره داریم، اینجا 2 تا ضمه داریم، اینجا 2 تا فتحه داریم. اینها نمونه های تنوینن. 2 تا کسره، 2 تا فتحه، 2 تا ضمه. اینها در اصل یک کسره بوده، اینجا یک فتحه بوده، اینجا هم یک ضمه بوده. همون ب با کسرش، را با فتحش، لام با ضمش بودن، همون جوری که بودن. این کسره دوم و فتحه دوم و ضمه دوم از کجا آمد؟ در اصل یک نون ساکنی بوده بعد از این حرف ها، بعد از با، بعد از را، بعد از لام. اون نون ساکن رو ما برای ساده تر نوشتن حذف کردیم و یک کسره اینجا اضافه کردیم تا دلالت کنه بر حذف آن نون ساکن. یعنی این ب یک نون ساکن بوده، بن بوده، نون حذف کردیم جاش یک کسره اضافه گذاشتیم. اونجا نارن بوده، رفع مال فتحه، فتحه خودش را هست، یک نون ساکن هم اضافه داشته، حذف کردیم جاش یک فتحه اضافه گذاشتیم. اینجا حبلون بوده، یک ضمه داشته، یک نون ساکن، نون رو حذف کردیم جاش ضمه گذاشتیم. این حکایت تنوین هست. تنوین به همین خاطر هر جا که 2 تا فتحه یا کسره یا ضمه با هم دیدیم، اون حرف رو به همراه فتحه، کسره و ضمهش میخوانیم به اضافه یک نون ساکن. له، بن، له، بن. اما یک چیز رو دقت بکنید عزیزان، این گرچه جزء موارد تجویدی است، عزیزان نیازی نیست که حتما این رو همین الان روش مسلط بشن، اما خوب هست که بدانیم احکامی که وقتی که نون ساکن و یا تنوین، اینجا تنوین چون خودش نون ساکن است، هر جا تنوین یا نون ساکنی دیدیم 4 قاعده اجرا میشه. این رو در هر برنامه من دارم تکرار میکنم تا خوب ذهن نشین بشه. هر جا تنوین یا نون ساکنی دیدیم یکی از این 4 قاعده اجرا میشه. نگاه میکنیم بعد از تنوین یا همون نون ساکن بعدش چی هست. اگر ب بود به جای نون میم تلفظ میکنیم. این قاعده رو ما بهش میگیم اقلاب، قلب به میم، تبدیل شدن نون به میم. چرا؟ چون آسون تر تلفظ میشه. ما در فارسی این کار میکنیم. زنبور میگیم زنبور. اگر بعد از نون ساکن یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو، نون که میگیم یرملون، اگه پشت سر هم نوشته بشن بچسبن یک کلمه تشکیل بدن میشه یرملون. این 6 حرف یا، را، میم، لام، واو، نون. بعد از نون ساکن و یا تنوین آمد، نون ساکن و یا تنوین تبدیل میشه به حرف بعدیش. چرا؟ چون ساده تر خونده میشه. فقط دلیل فقط ساده تر خواندن است، راحت تر خوندن. این قاعده رو ما بهش میگیم یرملون، یا قاعده اسم دقیق ترش ادغام. قاعده ادغام. اگر بعد از نون ساکن قاعده سوم بیان تنوین
یکی از حرفایی که از حلق ادا میشه. 6 حرف از حلق یعنی حنجره ادا میشن. همزه و ها، های دو چشم، عین و های جیمی و غین و خا. اگر بعد از نون ساکن و تنوین یک از این 6 حرف آمد، اون موقع میگیم اظهار میشه، ظاهر میشه. نون همونطوری که هست ادا میشه، چون راحته، مشکلی نداریم برای ادا کردنش، همونطوری که هست ادا میشه. فقط در 6 حرف این راحتی ایجاد میشه. حروف حلقی چون اون از حلق ادا میشن، این از دهان ادا میشه. اگر بعد از نون ساکن و تنوین نه نون میم بود، نه ب بود که تبدیل به میم بشه، نه حروف یرملون بود که تبدیل به حرف ما بعدش بشه، و نه حروف حلقی بود که همون جوری که هست ادا بشه، قاعده چهارم اجرا میشه که اخفاست. یعنی ما نون رو مخفی میکنیم در بینی، از بینی ادا میکنیم. مثلا من کم میگیم من کم یا من شر. الان برگردیم ببینیم که اینجا کدوم قاعده اجرا میشه. الان ما یک تنوین داریم، بعدش واو از حروف یرملونه. تنوین این نون ساکن دومی که گفتیم حذف شده بود تبدیل میشه به واو. میگیم لهبن، نمیگیم لهبن، میگیم لهبو، لهبو وتب، لهبو وتب، لهبو وتب، تبت یدا ابی لهب وتب. به هم اینجا گرچه تشدید داره چون ساکنه، هر جا آخر آیات رو ما همیشه ساکن میخوانیم. آخر آیات و جایی که شما تلاوتتون رو قطع میکنید حرف آخر باید ساکن خوانده بشه. اینو بهش میگیم وقف، یعنی ایستادن، ولی اینکه تشدید باشه، ولی اینکه هر حرفی باشه، مگر تنوین ان که در مثال بعدی میشونه، به در مثال ها بهش میرسیم که الف خوانده میشه. بقیه همه ساکن میشن. و تب. در بین حروف ساکن هم چند حرف هستن که با از اون حروفه. 5 حرفن: قاف تا، قاف تا، با، جیم، دال، که اگر سر هم نوشته بشن میشه قطب جد. اینا وقتی ساکن باشن مقداری در مخرج میلرزن. و تب، نمیگیم و تب و تب و تب، نه میگیم و تب. مقداری ب رو زیاد هم نشه و تب، اینطور هم نشه که کسره بگیره، نه. و تب. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا. میم فتحه داره بعدش الف، صدای آ میگیره، پر نمیشه ما مد داره 3 تا میکشیم حداقلش. ما اغنا فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره. این یا خوانده نمیشه، اینجا الف خوانده میشه جاش، فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره، اما نون از اون حروفی نیست که پر بشه، پر نمیشه. ما اغنا عنه. نون ساکن بعدش چی اومده؟ هی اومده. نون ساکن گفتیم هر وقت نون ساکن دیدیم یکی از اون 4 قاعده بعد اجرا بشه. اینجا کدوم قاعده اجرا میشه؟ بعد از نون ساکن حرف ه آمده، حلقی است، اظهار میشه، یعنی نون همان گونه‌ای که هست ادا میشه، سریع رد میشیم. عنه، ما لو هو، ضمه بعدش واو، صدای او میگیره، هو. ما پر نمیشه، ما نمیگه ما مالوه و ما کسب به رو مقداری در مخرج می‌لرزانیم. کسب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. آیه بعدی سیصلا، لام فتحه داره بعدش الف، صدای آ میگیره اما پر نمیشه. سیصلا، نه نون فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره اما پر نمیشه. سیصلا نارا. تنوین اینجا بعدش ذا آمده، نه حروف حلقی است، نه حرف ب هست، نه یرملون، اخفا میشه، یعنی از بینی ادا میکنیم. مقداری میگیم نارا، مقداری بینی در بینی میبریم صدا رو و نگاه هم میداریم. نارا ذات، ذا فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره، ذال اما پر نمیشه. ذا نمیشه، ذا، ذات. سيصلى نارا ذات لهب. اینجا توقف میکنیم، ساکن میشه. این تنوین دیگه خوانده نمیشه. اگر ادامه بدیم تنوین بعدش واو اومده از حروف یرملونه تبدیل میشه به واو، مثل اینجا که تنوین بعدش واو اومده بود. اینجا هم اگه ادامه بدیم میشه ذات لهب و امرأته. اما اگه ادامه ندادیم میشه ذات لهب. وم، این الف در وسط الف وصل ما قبل به ما بعد سبب شده تا این الف در هنگام وصل خواندن شه. وم
واو میچسبه به میم چون میم ساکنه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. وام را ا تو هو وامرأته 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 حمالة هم میم میچسبه ها به میم هم پر نمیشه میم فتح بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه حمالتل الف در هنگام بحث خوانده نمیشه ت میچسبه به لام حمالة الحطب به مقداری در مخرج مینرزه وامرأته حمالة الحطب. بریم آخر فی کسر داره بعدش یا صدای ای میگیره فی اینجا هم جیم بعدش یا آمده کسر داره بعدش یا مثل این فی شد اینم جی میشه فی جی د ها فتح بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه فی جی دیها فی جی دیها فی جیدها حب به مقداری میلرزه حب لون تنوین بعدش میم آمده ادغام میشه قاعده یرملون اجرا میشه تنوین تبدیل میشه به میم ما بعدش به همین خاطر میم تشدید گرفته اینجا چون این نون ساکنی که اینجا بود تبدیل شد به یک میم ساکن. اینجا دیگه ما چیکار میکنیم لامو میچسبونیم به میم حبلم باز اینجا نون بعدش میم اومده باز همین اتفاق میفته اینجا تنوین بود اینجا خود نون ساکن هر دو ادغام میشه اینجا نون تبدیل به میم شد اینجا نون تبدیل به میم شد به همین خاطر اینجا این تنوین رو نمیخونیم نون ساکنی که بود میچسبه به میم اینجا میم میچسبه به این میم چون نون تبدیل شد به یک میم دیگر فی جیدها حبل من مسدن بوده تنوین ان داشت اینجا هم میم به خاطر اینه که اگر بچسبونیم به بسم الله سوره بعد به میاد بعدش باز تبدیل میشه به میم اما در هنگام وقف این اصلا کلا حذف میشه هم کسر هم میم در هنگام وقف حذف میشه اینجا تنوین مسدن بوده که اگر بچسبونیم به بسم الله سوره بعد که اخلاص هست چون بعد از تنوین به میاد تبدیل میشه به میم این به این خاطر این میم اما ما اینجا چون توقف میکنیم دیگه دال میخونیم مسد. یک بار این سوره رو از ابتدا تا انتها بخونیم به همراهی عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. این از سوره مبارکه مسد بود. اجازه بدید به همراه شما عزیزان سوره مبارکه نصر رو هم نگاهی بیاندازیم و نکات مهمی که هست در این سوره رو به همراه شما عزیزان مرور بکنیم. سوره مبارکه نصر یا همون سوره‌ای که ما به اسم اذا جاء نصر الله میشناسیم از سوره هایی است که اکثر عزیزان حفظ هستن و سالها شاید دارن تلاوت میکنن اما از روی مصحف و دقت در جزئیاتش شاید تا حالا فرصتی نشده باشه. سوره مبارکه نصر رو با هم مشاهده میکنیم. این سوره به اسم سوره مبارکه نصر است. سوره مبارکه نصر آیاتش 3 آیه است. مقدار طولانی‌تر است از سوره اخلاص گرچه سوره اخلاص 4 آیه است اما کمتر از 2 خط این حدود 3 خط است. بسم الله الرحمن الرحیم اذا زال بعدش الف فتح بعدش الف اذا اما پر نمیشه اذا جاء فتح بعدش الف اومده صدای آ میگیره پر هم نمیشه مد هم داره کشیده میشه اذا جاء نصر لفظ جلاله الفش خوانده نمیشه لامش هم خوانده نمیشه فتحه این لامی که فتحه داره و تشدید داره نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره لام حرکت نداره الف هم نداره را ضمه را میچسبه به لام نصر الله لفظ جلاله الله چون ما قبلش ضمه آمده پر خوانده میشه دهان به سمت بالا باز میشه نصر الله
نصر الله با میچسبه به لام والفتح فتح. اینجا دقت کنید عزیزان که ما اگر ادامه بدیم میشه والفتح، اما اگر بیستیم قانون وقف اینه که آخر آیه باید ساکن باشه. ما الان اینم ساکن باشه اینم ساکن، دو تا ساکن رو چطور تلفظ کنیم؟ فتح رو یک باریکی از صدای ه میاد. فتح فتح بدون این که حرکت بدیم به ت یا ه. والفتح یک رایحه‌ای از صدای ه رو باید تلفظ بکنیم تا مشخص بشه جای ه بود در هنگام وقف. والفتح ت را حرکت نشه، والفتح نه، والفتح ورأیت ورأیت. الف و لام، الف در هنگام وصل میفته، لام هم علامت نداره خوانده نمیشه، نون تشدید داره نیاز با آخرین حرکت ما قبل فتحه تا داره، ت میچسبه به نون. چون الف لام، این الف و لام هیچ علامتی نداره، حرکتی ندارن از خودشون، خوانده نمیشه. این الف در هنگام وصل خوانده میشه، لام هم بی حرکته. نون نیاز با آخرین حرکت ما قبل داره که ت هست. تن نس. نون مشدد و میم مشدد رو عزیزان ما همیشه روش مقداری در هنگام تلفظش وقف میکنیم، یعنی نگه میداریم صدا رو در هنگام تلفظ که بهش میگیم غنه و از بینی ادا میکنیم. و رأیتن تن، نگاه کنیم اینجا هم مقدار هم روش وقف میکنم هم از بینی ادا میکنم. تن مراد من نون مشدد است. تن نس، این نگه داشتن صدا در هنگام تلفظ نون مشدد و از بینی ادا کردن رو بهش میگیم غنه. فقط برای نون تشدید دار و میم تشدید دار این قاعده اجرا میشه. و رأیت الناس ید، یعنی خط بعدی اینجا در این دال از اون حروفی هست که اشاره کردیم باید مقداری در مخرجش بلرزه. ید خلون، ید خلون فی دی، کسر بعدش یا صدای ای، فی دین الله. لفظ جلالی الله چون ما قبلش کسره داره پر نمیشه، برعکس تعبیر بالا که ما قبلش ضمه بود پر شد، اینجا ما قبلش کسره است پر خوانده نمیشه. فرق این دو تا تعبیر در چی است؟ اینجا ما قبل لفظ جلاله ضمه داشت پر میشه، اینجا ما قبل لفظ جلاله کسره است. اینجا بود نصر الله، اینجا میشه دین الله، دین الله، نصر الله، دین الله. این باریک میشه این لفظ جلاله، اینجا چون ما قبلش کسره است اینجا پر میشه چون ما قبلش ضمه است. تفاوتش رو ببینیم، اینجا پر میشه نصر الله باریک، دین الله، فی دین الله اف و فتح بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه، اف و جا. اینجا جیم تنوین داره جن، اما تنوین ان تنها جایی است که ما در هنگام وقف همیشه گفتیم همه تنوین ها حرکات میفته بجز تنوین ان، دو تا فتحه با هم تبدیل میشه به الف. اینجا افواجن بوده، در هنگام توقف روی این تعبیر ما دیگه نمیگیم افواج، افواجا میگیم. تنوین ان وقتی که توقف میشه الف خوانده میشه جاش، به همین خاطر همیشه وقتی که تنوین ان رو شما ببینید یک الفی کنارش هست. وقتی که در آخر حرف باشه تنوین ان یک الفی کنار خودش داره، اینجا الفش رو کاملا واضح هست. این الف به خاطر اینه که فقط وقتی که توقف بشه روی تنوین ان این تنوین نون ساکن گویی هست میشه، به جاش الف خوانده میشه، میشه افواجا. اما اگه ادامه دادیم افواجن خواستیم بخونیم ادامه بدیم آیه رو، تنوین بعدش ف اومده از حروف اخفاست، نه از حروف یرملونه نه از حروف حلقی است نه با هست، اخفا میشه افواجا. صدا از بینی ادا میشه، مقدارم توقف میکنیم روش. افواجا فسبح سبح فسبح. اگه اینجا توقف نکنیم که میشه افواجا، باز ادامه میدیم فسبح بحمد ربک ربک بحمد ربک
فسبح بحمد ربک این خط رو ما هم داشته باشیم آیه آخر رو با اینجا میچسبه به سین، الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. واستغفره این جیم، یعنی اینجا اجازه داریم که توقف بکنیم، اجازه هم داریم که رد بشیم. هر دو حالت جایز است. اگه توقف کردیم اینجا واستغفر، این ه ضمش میفته چون باید اینجا توقف بکنیم. گفتیم توقف چه آخر آیه باشه چه وسط آیه، حرکت آخر حذف میشه، مگر فقط در تنوین ان که بالا دیدیم به جاش الف خوانده میشه، بقیه حالت‌ها همیشه ساکن میشه. اگر اینجا توقف کنیم که میتونیم توقف کنیم میشه واستغفر فر، اینجا هم ر ساکن هم ه، اما این ه رو بعد یک مقداری مثل کلمه والفتح که دو تا ساکن پشت سر هم بود، اما باز مقداری از ه رو بعد ظاهر میکنیم والفتح. اینجا واستغفر فر، اینجا نشه واستغفر ه رو هیچی نیاریم که کلا ه رو حذف نباید بکنیم، فقط حرکتش ه رو بعد ساکن ادا کنیم واستغفر. اما ساده تر از اینه که ادامه بدیم توقف نکنیم. واستغفره این نون مشدد رو مقدارش نگه می‌داریم، روش وای میستیم. این هو ضمه بعدش واو صدای او میگیره. انه کان فتح بعدش الف صدای آ میگیره، اما کاف از اون حروف نیست که پر خوانده بشه، باریک خوانده میشه. کان تو واو تشدید داره میچسبه به یک بار به همراه ما قبلش خوانده میشه با فتحه ت. تو یک بارم خودش و داره، اما چون بعدش الف اومده صدای آ میگیره. تو وا، چون از اون حروفی نیست که پر خوانده بشه، پر هم خوانده نمیشه تو وا. تو و تو و با تواب، اینجا توابن بوده مثل افواجن بالا، توابن بوده. تنوین ان که وقتی که حذف میشه این تنوین الفش میمونه، تواب با هم پر خوانده نمیشه، توابا میشه. این میم هم که در این آخر است تنوین بین خاطر نوشته شده که اگر ما این رو بخوایم بچسبونیم به سوره بعد، یعنی بسم الله بعدش بیاریم، تنوین بعدش بیا آمده تبدیل میشه به میم. اگر ما بخوایم اینجوری بخونیم انه کان توابا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی این آخر این سوره رو بچسبونیم به آخر سوره، به اول سوره بعدی، موقع میم خوانده میشه. اما در هنگام توقف آیه اینجا میم میفته، فتحه میمونه، با خونده میشه، توابا میشه. یک بار دیگه این سوره رو از ابتدا تا انتها با میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. این هم از سوره مبارکه فتح و از سوره مبارکه مسد که انشاءالله عزیزان استفاده کرده باشن و اگر جای سوالی و شبهه‌ای در این سوره ها بوده براشون حل شده باشه. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. در برنامه بعد باز هم سوره های دیگری رو تمرین خواهیم کرد به همراه شما عزیزان، بلکه با تعبیری بهتر تلاش میکنیم تا بر میزان حسناتمون بیافزاییم و سوره های جدیدتری رو یاد بگیریم و یاد بدیم به دیگران، تا مصداق این حدیث شریف باشیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارش.